BTC دیشب ریخته، همه تونم ترسیدیم. بیایم با هم رو چارت ببینیم موضوعش چجوریه. خب ببین روی تایم فریم هفتگی چارت بیت کوین رو اینجا با هم داریم. الان روی قیمت 63 و 255 تو یک ناحیه حمایتی خیلی قوی قرار گرفته. آره خیلی‌ها میگن که بیت کوین احتمالاً این روند نزولی طولانی مدتی رو داره تا 40 تا حتی 30 خورده، ولی من معتقدم که بیت کوین هیچ وقت با یک حرکت یک جا قیمتش ریزش نمیکنه. درست عین سال 2021 ببینید وقتی که سقف جدید زد 50% ریزش کرد تا این محدود دوباره رشد 100% کرد و بعدش ریزش اصلی اتفاق افتاد. بیت کوین همیشه این رفتار رو تکرار میکنه. اگر بیت کوین داری یا آلت کوین داری الان دیگه وقت فروختن نیست. صبر کن قیمت روی پول بکش به سمت 76 78 این نواحی یه فروش میتونی داشته باشی که اگر قیمت اومد پایین بتونی پایینتر بخری، یعنی رو محدوده 40 تا. ولی با این حال باید ببین رفتار بیت کوین توی محدوده که دوباره قراره به سمت بالا حرکت کنه توی محدوده رفتارش چجوریه. اگر تایید ریزش رو گرفتی میتونی بفروشی. ممکن هم هست بخواد همین رفتار سال 2021 رو تکرار کنه و قیمت دوباره بیاد روی سقف و تو اینجا اشتباه کنی با فروختنت. این داداشایی هم که دارن میگن آقا بیت کوین دیگه ریخت نابود شد و این حرفا، اینا همیشه از اون قدیم بودن. این زمان بودن زمانی که بیت کوین اینجا بود گفتن دیگه نابود شد صفر شد بفروشین. قیمت اینجا بود رو 15000 تا بود میگفتن میشه 7000 تا، ولی هیچ وقت نشد و رفت شد 120000 تا.